و ابو بکر صافی شرک میگه. ما عمل شرک گفتیم، عمل شرک. اجازهش بده، الله مطالب کنه اجازه که نحمده جواب بده. ونصلي على حالا حضرت رسوله برادرش الكريم بفرمایید. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خداوند متعال در قرآن عظیم شان می‌فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم. الآیه. صدق الله العظیم. در تحت آیه که ما برای شما تلاوت کردم لفظ یزکیهم، برو تفسیر سعدی رو ببین، جناب ابوبکر صافی، تفسیر قرطبی رو ببین، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 92، تفسیر ابن کثیر جلد 1 تفسیر صفحه 46. این رو ببین که در پایین تحت لفظ یزکیهم چی تعریف را میکنه. میگه ای یجعلهم ازکیاء القلوب بالایمان قال ابن عباس. این حضرت عبدالله ابن عباس رئیس المفسرین بین الصحابه ذکر کرده که جناب محترم ابوبکر صافی فقط دعوا کردن را یاد دارن و دیگه دلیل گفتن را یاد ندارن. ما میگیم که بر شما وقت دادیم 3 دقیقه که شما گفتین تصوف شرک است، مدعا در اونجا قبلا وضع کردین، به همین دو گوش ها ما شنیدیم، جناب نورستانی صاحب شنیدن، جناب محترمین 96 نفر نه پایین هستن کلشان شنیدن. شما تصوف را شرک گفتین، شما تصوف را شرک گفتین، آل از زبانتان از دعوایتان فرار میکنین و میگوین که تصوف ما عمل را شرک گفتیم. گپ در کجا هست؟ گپ بالای تصوف روان است، گپ بالای پیر بادا روان نیست، گپ بالای طریقه صیفیه روان نیست، گپ بالای طریقه قادریه روان نیست، گپ بالای شیخ عبدالقادر جیلانی روان نیست. گپ در کجاست؟ ما بالای افراد بحث نمی کنیم. اگر یک کمک علم بوده باشه، یک کمک عقل بوده باشه، یک کمک هوش بوده باشه، بالای علم ما بالای افراد بحث نمی کنیم، بالای یک مدعا بحث میکنیم، بالای یک چیزی که او را نسبتش به دین میکنیم. ما نسبت تصوف را به دین میکنیم، التخلی عن الرذائل و التحلی بالفضائل. شما این شرک و بدعت گفتین. بفرمایید در کدام جای قرآن آمده اشارتا دلالتا اقتضاء بر ما شما پیش بکنید که التصوف شرکن، التصوف بدعتون، التصوف حرامون؟ در کدام حدیث یک حدیث ضعیف پیش کنین متواتر و خبر واحد و این احادیث را بجا خود بگذارین، یک حدیث ضعیف پیش بکنین جناب ابوبکر. باز سوال برف بام خود را بالای ما نینداز که حالا تو پس دوباره از ما سوال ده. تو سوال مرا کی جواب دادی؟ تو سوال مرا کی جواب دادی که حالا پس بالای ما سوال داری؟ سوال ما بالای تو قرض است و تو مقروضی مستی. نرش جواب مرا پیش بکو، مدعای خود ثابت بکو. اگر واقعا مثبت مدعای خود هستی با علمی گپ میزنیم. ان كنت عالما فثبتني التصوف شرك من القرآن والسنة ان كنت عالما يا شيخ ابا بکر. تفضل. دوستای عزیز، ببینین تزکیه را در اینجا معنا کرد. میگن که تزکیه به معنای تصوف است، ما ایره تصوف میگیم. ما برای ازی جناب گفتم که یک باب یک دلیل بیارین که آیا تصوف در اسلام هست یا نه. اگر تصوف در اسلام با الفاظ بازی کردن کلگی یاد داره، یعلمهم الکتاب و یزکیهم و فلان، نه، ایره با تفاسیر، با محدثین، با مفسرین ساتی